بزرگترین موزه جهان که تنها به یک تمدن یعنی مصر اختصاص داره چند روز پیش بعد از 20 سال افتتاح شد. موزه بزرگ مصر که بین شهر قاهره و اهرام جیزه واقع شده، جایی که زمین به طور طبیعی اختلاف ارتفاع 50 متری بین بیابان و دره حاصل از رود نیل داشته و طراحان تصمیم میگیرن که در احترام به اهرام موزه در بین این دو تراز ساخته بشه. پس حجم بتونی مورب با محورهای گشوده به سوی اهرام در سقف و دیوارها طراحی کردند که فضاهای مختلف موزه رو هم سازماندهی میکنه و اختلاف ارتفاع موجود در کف به صورت پله‌های طراحی شد که روایتگر تاریخ و زمانند. پله‌هایی که از خارج از موزه و جهان معاصر آغاز میشن، در ادامه با ترکیب با فضای داخل موزه امتداد پیدا میکنن و به فضای مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی میرسن تا در نهایت بازدید کنندگان رو به جهان فراعنه در انتهای موزه برسونن. جایی با دید گسترده به سوی یکی از تاریخی ترین مناظر جهان، اهرام سگانه جیزه که یادگارانی هزاران سالن از تمدنی که هنوز هم سراسر پرسش و شگفتی. با الهام از اهرام در داخل و خارج موزه حجم‌ها و طرح‌های مثلثی شکل استفاده شده. نمای ساختمان پوشیده از صفحات مثلثی نیمه شفافه که ترکیبی از سنگ مرمر سفید محلی، سنگ آهک و شیشه است و تا خوردگی‌های سقف و دیوارها وظیفه کنترل نور طبیعی رو بر عهده دارند تا همگی در خدمت حفاظت از آثار باشند. آثاری که بسیاریشون برای اولین باره که به نمایش گذاشته میشن. در فضای بیرون هم طراحان منظر پروژه باغ‌هایی طراحی کردند که یادآور سرسبزی دره نیلند. علاوه بر فضاهای نمایشگاهی، موزه شامل بخش‌های آموزشی و فرهنگی متنوع، مرکز بزرگ مرمت آثار باستانی و آزمایشگاه‌های تخصصیه و در کنار همه اینها این مجموعه با بهره‌گیری از راهکارهای طراحی پایدار، از سامانه‌های خورشیدی و جمع‌آوری آب باران گرفته تا تهویه طبیعی و مصالح بومی، گذشته، حال و آینده رو در کنار هم قرار داده تا روایتگری آینده نگر باشه از شکوه بی‌پایان تمدن مصر.